دوستونم از یزدین هستم. خوش اومدید به پارت اول بازی آلن ویک 2. خب بچه اولا این که اگه یهویی به سراغ این نسخه اومدید و نسخه های قبلی رو ندیدید، اشتباه بسیار بسیار بزرگی رو مرتکب شدید. حتما برید نسخه های قبلی رو ببینید، چون اتفاقاتی که الان بنده هم میخوام توضیح بدم در موردش هم رخ میده متوجهش نخواهید شد. حتما برید ببینید تا آشنایی بسیار دقیق تری رو با بازی پیدا بکنید. خب بچه ها، این نسخه در سال 2023 یا به قول یکی از رفیقامون 2023 در جریان هست، 13 سال بعد از اتفاقات نسخه اول. حالا ما بچه ها بریم جلوتر، در نقش یک فردی که معلوم نیست کی هستیم و مثل نسخه قبلی در نقش آلن ویک نخواهیم بود و اتفاقات رو از دید افراد مختلف خواهیم دید. حالا توضیح هم داره میده که چجوری هست، ولی خب بچه ها کلا این بازی یه نکته اصلی که داره در مورد دریاچه کالدرون هست. این دریاچه همه اتفاقاتش تقریبا میشه گفت از این دریاچه نشأت میگیره، جایی که واقعیت تبدیل به تخیل تبدیل به واقعیت میشه. خواهش میکنم اینجا رو دقت بکنید، خیلی جالبه، واقعا فوق‌العاده است. همین ابتدای بازی ذهن ما رو درگیر میکنه. دقت بکنید، حالا من چیزی نگم، شما ببینید اینو. وای من، همون دریاچه‌ای که خدمت شما عرض کردم، دریاچه کالدرون. حالا من توضیح هم میدم، ویژگی ها رو ملاحظه میکنید. او مای گاد، همون شخصی که گفتم معلوم نیست کیه از این دریاچه بیرون میاد. دریاچه‌ای که منتهی میشه به مکان تاریک. وای من، او مای گاد. اوریان هم هست به طور کامل. به نظرم خواهش میکنم به محیطم دقت بکنید، فوق‌العاده هست، یعنی نداریم بنازم، بی‌نظیره. به 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 به، واقعا زیباست. از همه نظر این بازی شاید بشه گفت یه تغییر بسیار اساسی داده توی این ژانر و خیلی باحاله. انشالله حتما پیگیر باشید، اتفاقات هیجان انگیزی رخ میده که ما در انتهای اون انگشت به دهان خواهیم بود. من خیلی محیط رو دوست دارم، واقعا دوست دارم که دقت بکنم. عجیب و غریب، بی‌نظیره. هر چقدر تعریف بکنم کم گفتم. اگه واقعا تونستید حتما بازی رو خودتون تجربه بکنید، مطمئنا لذت خواهید برد. خب بچه‌ها، بله ملاحظه میکنید اینجا، حالا من بازی کردم قبل از اینکه خدمت برسیم و اینجا دو تا خواستم که حالا اطلاعات دقیقی رو به شما بدم. اینجا یک زوج هست بچه‌ها که متاسفانه متوجه حضور ما نمیشن و میرن. نرو، تو رو خدا نرو، پدرزک نرو. او مای گاد، او مای گاد، وای من، بنازم. این دوست دارم باسنش دقیقا تو صورت ماست. این اصلا جالب نیست. ما باید زودتر به جایی برسیم که باسن ایشون رو دیگه ما نبینیم. دقیقا توی فیس ما حضور داره. کلن صداهای عجیب و غریبی میاد. بنازم. به به، ترسش از نسخه های قبلی بیشتر شده. بنازم. وای من، بله ملاحظه میکنید. حالا بریم جلوتر مشخص میشه این فرد ناشناس کی هست. حتما پیگیر باشید.
چقدر خوبه محیط. حتما دیدگاهتون رو بگید که چجوریا بوده بازی واسهتون. خب ما به بهانه انتشار این نسخه های قبلی رو هم به طور کامل قرار دادیم و وای من ملاحظه میکنید که اومدیم جایی که بچه‌ها واقعیت تخیل همه چی قاطی پاتیه، هیچی معلوم نیست که چه اتفاقاتی میخواد رخ بده. الان هم اتفاقات جالبی رخ نخواهد داد، من اسپویل نکنم. برو ماشاءالله برو. یا حضرت عباس قوی هیکلم میزنن یا خدا. اوه. بله این فرقه ای که ما رو به صورت کاملا وحشیانه از پای در میاره. بله بچه ملاحظه میکنی فرقه ای هستن که کشتن، حالا یه سبک خاص هم دارن واسه یه از بین بردن افراد، جز آیینشونه. یعنی این کارایی که انجام میدن جز آیینشونه و ببینید چی کار میکنه. فقط نکنی این کارو پدرسک. وای من اوه. بله قلبشو هم در میاره یا خدا. بله اون دوتا زوجی که من خدمت شما عرض کردم ما رو نادیده گرفتن، اومدن و خدمت اون کارهایی که باید انجام بدن واسه تکمیل کاراشون ناتموم موند و فرار کردن. میبینید که بسیار عجیب و غریب هست. وای من. الان میریم، حالا ما دیگه کارمون با این فرد تموم شد اینجا، ما دیگه در نقش این فرد نیستیم و میریم به سمت 2 فرد دیگه به نام ساگا و الکس کیسی. بچه الکس کیسی که بله بنازم اینجا هم به صورت رسمی دیگه بازی شروع میشه. یه مقدمه ای بود که این فرقه چجوری است و چی کار میکنه با کسایی که مد نظرشونه. بله بچه‌ها این 2 فرد الان هم خواهیم دید که ساگا و الکس کیسی هستن. الکس کیسی که بچه الن نامش رو در کتابهاش به عنوان قهرمان آورده. این مد نظرتون باشه بچه ها، خیلی نکته مهمیه. حالا ما در نقش افراد مختلفی هستیم که بازی رو از دیدگاه اونها جلو خواهیم برد. در ابتدا هم در نقش ساگا هستیم، یک مأمور جوان ولی بسیار معروف که اینجا داره با بچه‌ش هم صحبت میکنه، حالا احوال پرسی میکنن و اینکه دارن چی کار میکنن. بله بنازم. بله داره با بچهش صحبت میکنه ساگا. آره بچه خدمت شما عرضم که ایشون یک مأمور جوانه ولی خیلی حرفه‌ای و معروفه. پرونده هایی رو حل کرده که هیچ کس نتونسته اونا رو انجام بده و غیر قابل حل بوده و ساگا تونسته از طریق خودش یک روش داره. خدمت شما عرضم که با استفاده از اون رو بله ملاحظه میکنن دارن صحبت میکنن. حالا اومدن به چه خیلی جالبه اینجا 2 با همدیگه نوشیدنیشون رو میل کرده. حالا بار اولی که قبل از اینکه خدمت برسیم بازی کردم دقت کردم به این مسئله و شما هم اگه دقت بکنید اگه متوجه نشده یک کمی برگردونید به عقب، خواهید دید که همزمان با همدیگه تونستن خدمت شما رزم که همزمان با هم نوشیدنی رو میل بکن. آره بچه ها یک خدمت شما روش داره ساگا به نام محیط ذهنی. خیلی جالبه، محیط فکری، حالا یه طراحی ذهنی داره، یه محیط ذهنی داره که خودش رو میذاره به جای خدمت شما رزم که حالا کسی که قربانی شده و کسی که متهم
میذاره جای اون افراد خودشون رو و بر اساس و از دیدگاه اونها پرونده ها رو حل میکنه. این خیلی جالبه در نوع خودش. بله میبینید این دوتا مأمور FBI اومدن که خب 3 تا قتل انجام شده و وقتی که میان این قتل هم رخ میده که خیلی شبیه اوناست. اومدن بررسی بکنن ببینن چجوریاست. بنازم به اینم میبینید نقشه‌ای که هست از این محیط. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. حالا الکس خیلی فکر نمی‌کنه که اتفاقات خدمتش، حالا هم یه دیدگاه‌های شخصی هم دارن واسه اومدن به اینجا، هم الکس هم خدمت شما عرضم که ساگا، ولی خب زیاد فکر نمی کنن که اتفاقات اینقدر پیچیده باشه. بله ما الان داریم میریم اون مکانی که اون فرد ناشناس اونجا به صورت کاملا وحشیانه کشته شده. Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton. بله داره میگه که اومدن و میخوان بیان ببینن، بررسی بکنن اتفاقات رو. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. حالا بریم جلوتر بچه‌ها. اون فضای ذهنی، محیط فکری و حالا این چیزایی که از طریق اون ساگا پرونده هاشو حل میکنه خیلی باحاله. بریم جلوتر حالا خواهیم دید. دیگه ول کن دیگه، چقدر حرف میزنی دیگه. باشه میخوایم بریم دیگه. ای بابا گرفتاری شدیم. بیا اینم واسه تو. Yeah, couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. بله. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure. بله کلانتری که داستان هم خواهیم داشت. بره جلوتر اتفاقات اونجا رو هم خواهیم دید. It's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. بنازم خدا رو شکر راضی شدن که بذارن ما کارامون رو انجام بدیم. بنازم واقعا به محیط هم دقت بکنید بچه‌ها، خیلی خوشگله. حالا تیکه‌ای که اینجا وای میسیم رو توجه بکنید. بنازم زیباست. بله بچه این همون مکانیه که خدمت شما عرض کردم، محیط فکری و ذهنی ساگا. بنازم مکان واقعا زیبایی است. بازی کلا مکان در مکان هست، مکان تاریک، مکان ذهنی و این مسائلی که میبینید در ذهن خودش اینها رو طبقه بندی کرده. کسایی که قربانی شدن، کسایی که مظنونن، اتفاقاتی که رخ میده، حالا اون علائمی که وجود داره، اون شکافایی که هست، وسایلی که با اون کشته شده طرف و همه اینها هست. همه نکات رو جمع میکنه در این مکان فکریش و اونها رو حل میکنه ساگا. بنازم اطلاعات خیلی زیادی اینجا داده میشه و ما باید خیلی توجه بکنیم. من خواهش میکنم چون ما موظف به انجامش هستیم حتما دیدگاهاتون هم توی کامنت ها بگید که شما چه نکاتی رو متوجه شدید از اون بازیاییه که گروهی باید بشینیم حلش بکنیم. یعنی یه نفری نمیشه خیلی نکات ریز و درشت بلخص ریزش رو حل کرد.
بله. بنازم. میبینید بچه‌ها چه اطلاعاتی داده در مورد که این چجوری این اتفاقات رخ داده. میبینید خیلی شبیه این اتفاقی که واسه این فرد ناشناس به وجود اومده. حالا یک خدمت شما رسم یه روشی دارن، گفتم این فرقه روشی دارن واسه از بین بردن کیساشون که حالا جزء آیینشون هم هست و نشون میده که کار این افراد هست. بنازم. بله. میگه قاتل که میتونه اینجور شخصی باشه. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. من احساس میکنم حالا دقتم بکنید به صحبتاشون. بله میبینید الکسی که خیلی هم مثلا کلن واسهش انگار زیاد جذاب نیست این اتفاقات، زودتر میخواد بره خونه. داستان داریم چیکار میخواد، یعنی از نحوه صحبت کردن و برخوردش انگار زیادم Hey Casey. You عزمش رو جزم Why نکرده. now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? کلا ما ابتدای بازی خیلی قدم میزنیم. خوبه بالاخره یه نوع ورزش هست، پیاده روی میتونه واسه سلامتیمون مفید باشه. نیاز هست، واقعا نیازه، چون جلوتر بره خیلی باید فعالیت جسمیمون بیشتر باشه. یه نوع گرم کردن تقریبا. I'm not that old. به به. حالا ما به جز جلو رفتن یه تیکه هم اینجا اومدیم پریدیم، تنوع خوبی رو میده در خودش. بله. از اون بازیایی که باید ما نکات خیلی زیادی رو جمع بکنیم و دقت بکنیم بهشون. حالا من سعی میکنم که تا اونجایی که ممکنه نشونتون بدم و شما توجه بکنی، منم توجه میکنم که بتونیم پازله هاش رو درست انجام بدیم. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a که tarp? شرط جوی اینجا طبیعتاً Coffee's on me. یه محیط جنگلی، بارش طبیعیه. خیلی تعجب میکنه اینجا ساگا این در نواقع جالب نیست. انگار توقع نداشته بارون بیاد درمون یک محیط جنگلی. به به چقدر خوب نورپردازی. بنازم. الان ایشون خب میاد ما رو میبره میگه Thornton, I take it. که اون جنازه کجا هست. Ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll Vale. show you. پشت فروشگاهه. فروشگاه خاروبار فروشی. بنازم. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking.
Let's just see this body, shall we? بله. Oh my Scene god. of the crime. به نازم بچه من یه چیزی که خیلی مثلا جای تعجب حالا نمیدونم شاید هم همین طوریه نباید یه چیزی بذارم بپوشونن یا مثلا بالاشو حالا Thanks, Deputy. مثل یه چیزی درست کنن که Me a coffee. چون خیلی آزاده جسمه این واسم خیلی جای تعجب بود یا همین طوریه واقعا این هیچ کاریش ندارن چون توی فضای بازه ها واسه اون میگم وگرنه حالا جای بسته شاید هیچ تغییری بهش ندن ولی حالا اینطوری که توی فضای باز اینطوری ولش کردن خیلی جای تعجب بود واسم یا نه واقعا همینطوری اگه شما اطلاع دارید توی کامنت ها بگید Body turns up just as we arrive in و ما هم اینجا اومدیم باز مجددا در مکان فکری و محیط ذهنی خدمت شما رسم که ساگا میگیره از هر چیزی عکس میگیره توی ذهنش و اونها رو طبقه بندی میکنه بنازم بله از این قلبم ما قلبی که به بدترین شکل ممکن خب کارشون ناتموم موند دیگه اون دوتا زوجی که اومدن نذاشتن مراسمشون رو تموم بکنن و فرار کردن اونم قفسه سینی که خیلی عجیب و غریب دیگه اونو وا کردن تا قلبشو در بیارن بنازم بله به به اینم دومی قفسه سینه‌اش و این هم قلبش او مای گاد مرسی از نگاهتون رفقا امیدوارم که لذت برده باشید بچه سابسکرایب فراموش نکنید زنگولی کنارش رو هم بزنید این استنفالو بفرمایید تبریک بعدی بدرود